السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ و علیکم عزیز. السلام و رحمت الله و برکاته. برداجان دو سوال داشتم به خاطر حالا جواب بدهید. بفرمایید. برداجان سوال یکم همیه که یک دختر از پدر مادرش کفار بودگه ایمان آوردگه، یعنی که خودش همون دختر مسلمان شده دیگه یگان اولادش یگان مسلمان است، همین شوهر در اومدگه امسال همین چگونه نکاح صورت بگیره؟ نکاح این پدرش کافر یا برادر کافرش ولی شده نمیتواند، زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که مسلمان به کافر و کافر به مسلمان ولی نمیشود، ولی شده نمیتواند از کافر و هیچ کس. اما این ولیش یگان امام اهل سنت، یگان آدم بزرگ اهل سنت، یگان قاضی، یگان امیر باشد، یگان امام ولی میشد و نکاح کرد میشد. بارک الله فیک. برداجان به صورت که نباشه همون با یگان برادر موحد بشه که همون ولی شود. یگان برادر عادی نه، یگان برادری بارک الله فیکم، یگان برادر امام که گپش کمتر تاثیر داشته باشد و غیره میشد. بارک الله فیک.